تا حالا شده اپ اینستاگرام رو باز بکنی یا تیک تاک رو باز بکنی و بگی که من فقط میخوام 1 دقیقه توش باشم و وقتی که به ساعت نگاه میکنی میبینی که 1 ساعت گذشته و هنوز در حال اسکرول کردن هستی. در اصل این فقط 1 ساعت نیست، عمرمون داره میره، وقتمون داره میره و هر چیزی که داشتیم رو داریم سر اون چیز پیاده میکنیم، مثلا تمرکزمون یا مثلا توجهمون یا هر چیز دیگه ای رو داریم صرف این اپلیکیشن ها میکنیم. این حرف رو در اصل بنده دارم بهت میگم که تقریبا تایم اسکرول کردنم توی دوران دبیرستان هولوش 5 الی 6 ساعت فقط اسکرولینگ میکردم و دارم بهت میگم که این اسکرول کردن ها هیچ فایده ای برات نداره و تو رو از هر چیزی که فکرشو بکنی عقب میندازه. واقعا ما چرا نمیتونیم یه دکمه رو بزنیم و بیایم از اون اپ بیرون و مدام داریم اسکرول میکنیم؟ چرا وقتی یه ویدیو رو میبینیم دوباره پشت بندش یه ویدیوی دیگه میبینیم یا وقتمون رو مدام میخوایم سر پست‌ها و ریلز های متنوع خرج بکنیم؟ چرا ما این کارو میکنیم؟ چرا همش کلیک بیت میکنیم روی هر ویدیویی و هر ویدیویی رو میبینیم؟ اما شاید فکر بکنی که این فقط یه اعتیاده. درسته، فکرت درسته، اما این فقط یک اعتیاد نیست. پشتش یه بازی روانی هست، یه بازی اقتصادی هست و یه سری خورده رفتارهای دیگه که از نظر روانشناسی هم یه جورایی تایید شده. امروز با هم اومدیم که این مسئله رو بشکافیمش و بهت بگم که چی جوری میتونی ترکش بکنی. بدون معطلی بریم که ویدیو رو داشته باشیم. مغز ما مثل یه ماشین شکار پاداش طراحی شده و برای همین هم مدام داره توی این الگوریتم میچرخه و دنبال ویدیوه. وقتی تو اینستاگرام یا تیک تاک دنبال ویدیو میگردی و ویدیوها رو میبینی، باعث میشه که دوپامین در مغز تو ترشح بشه. همین حسی که تو لذت میبری از یه چیزی، خوردن شکلات یا حتی چیزای عاشقانه، همه اینا با دوپامین درست میشن. حتی همون حسی که انگیزه میگیری که بری باشگاه. اما این حسی که انگیزه بهت میده، این لذتی که بهت انگیزه میده که تو بری باشگاه، و حالا این حسی که از اینستاگرام داری میگیری، کاملا با هم متفاوتن. حسی که انگیزه داره بهت میده، لذتی که انگیزه داره بهت میده، دقیقاً از روی سختیه، از روی انجام دادن یک کار، از روی دیسیپلینه، از روی بهتر شدن بدنته که باعث میشه تو لذت ببری. اما این لذتی که اینستاگرام داره بهمون میده یه جورایی انگار فیکه، یه جوریه که به تزریق میشه. اما نکتهش اینه که اپلیکیشن های مثل اینستاگرام یا تیک تاک، این طراحی دوپامینشون اصولی طراحی شده، ولی اصول طراحی متغیری داره. اما اینجا یه نکته‌ای هست. اپلیکیشن های مثل اینستاگرام یا تیک تاک دقیقاً این پاداش رو به صورت تصادفی بهت میدن که از قبل هم طراحی شده. جلوتر بهش میرسیم. تو در اصل هیچ موقع نمیدونی که پشت ویدیوی بعدی چیه. ویدیوی ناراحت کننده، طنز، انگیزشی، خنده‌دار. برای همین راغب میشی تا اون ویدیوی بعدی رو ببینی. دقیقاً خیلی از ماها توی بستر سوشال مدیا کار میکنیم و میدونیم که خیلی همون از هوک 3 ثانیه‌ای استفاده میکنیم برای جذب مخاطب و مخاطب اینجا سر هر ویدیویی جذب میشه. همین بی‌نظمی باعث شده که مخاطب داخل این الگوریتم بمونه تا بفهمه چه چیزی داره داخل این الگوریتم پخش میشه. حالا دقیقاً برای همین الگوریتم یه اسم گذاشتن. اسمش سیستم پاداش متغیر هست که به صورت متغیر بهت پاداش میده از هر ویدیو و مغز ما هیچ موقع ازش سیر نمیشه و فکر میکنه، مدام فکر میکنه که ویدیوی بعدی چی میتونه باشه، قراره اینجا من چه چیزی ببینم، چه چیزی قراره آیدم بشه. و همیشه جالب ترین موضوع جایی هستش که هممون داریم میگیم این ویدیوی آخره، و ویدیوی آخر معلوم نیست کی میاد. 1 ساعت بعد، 2 ساعت بعد، 4 ساعت بعد، همینجوری داره میچرخه و نمیدونی کی قراره به دستت برسه این ویدیوی آخر. و اینجاست که یه رفتار ساده تبدیل میشه به یک چرخه به دست آوردن دوپامین از سوی متغیرها و همین باعث میشه که تو دیگه هیچ کنترلی نداشته باشی. درسته تو داری اسکرول میکنی، بالا پایین میکنی، ولی دقیقاً این مغزت، این سوشال مدیاه که باعث میشه تو کنترل تو از دست بدی و میگه که یه ویدیوی دیگه. حالا شاید فکر بکنی که در اصل فقط مغز ما اینطوریه که مدام پشت سر هم دوست داره که
این ویدیوها رو ببینه، در صورتی که اینطوری نیست. دقیقاً طراحی ساخته شدن این الگوریتم از عمد ساخته شده و دقیقاً کمپانی ها کاری کردن که مخاطب رو داخل اپلیکیشن خودشون نگه بدارن تا تایم اسکرولینگ و استفاده از اپلیکیشن رو بالا ببرن تا یه اپلیکیشن معتبر داشته باشن. دقیقاً این طرح تو سال 2012 اومد و اسم طرحش هم اینفینیتی اسکرول بود. و دقیقاً وقتی مهندسای اینستاگرام این اپلیکیشن رو ساختن و بعدش اومدن این الگوریتم رو داخلش قرار دادن، از خیلیاشون که مصاحبه گرفتن گفتن که اگه میدونستیم قراره انقدر مردم جهان رو معتاد این چیز بکنه هیچ موقع نمی ساختیمش. همه ما داریم اسکرول میکنیم و هیچ کس زندگی واقعی نمیکنه. واقعا همونطور که بهتون گفتم، هر بار اسکرولی که میکنی در از کنترلش دست تو نیست، کنترل دست اون اپلیکیشنه که باعث شده تو نتونی خودتو کنترل بکنی، انتخاباتو کنترل بکنی، سلایقتو کنترل بکنی و همین باعث شده که مدام اسکرول بکنی دنبال یه چیزی که نمیدونی، دنبال چیزی که هیچ خطی نداره، هیچ هدفی نداره که بگی که من چرا دارم این کارو میکنم، چرا دارم میگردم، چرا دارم اسکرول میکنم، دنبال چی ام؟ فقط صرفاً گذران عمر دارم میکنم. اما میخوام برم یکم جلوتر تا بهت بگم چی میشه. میخوام یکم برم عمیق‌تر، موضوع یکم ببریم به سمت جاهای ژرف‌تر. یه سوال ازت دارم. خیلی از ما این سوال رو داشتیم، اما میخوام همینجا ازت بپرسم و جوابم رو بهم بگی توی همینجا. دقیقاً خیلی از ما مدام فکر میکنیم که اگر گوشیمون رو بذاریم روی زمین یا حتی موقعی که شارژش میکنیم نمیدونیم باید چی کار بکنیم، نمیدونیم چه رفتاری باید انجام بدیم. اصلا یادمون رفته زندگی قبل از این گوشی ها چه شکلی بود، چه جوری کار میکردیم، چه جوری تفریح میکردیم، چه جوری زندگی میکردیم، یادمون رفته. و وقتی گوشی ها میذاریم روی زمین مدام توی این فکریم که من الان چی کار بکنم، من الان چی کار میتونم بکنم. دور اتاق راه میری و فقط فکر میکنی، فکر. دقیقاً حالا میفهمی برای چی معتاد شدی به این گوشی. در اصل استفاده از این گوشی و علاوه بر استفاده از این گوشی، استفاده از اپلیکیشن ها باعث شد که تو از خودآگاهی نسبت به خودت فرار بکنی و هر موقع که این گوشی نباشه ذهنت دنبال هدف میگرده، ذهنت دنبال معنا میگرده، ذهنت دنبال این میگرده که زندگیش برگرده به قبل، شادیاشو دوباره به دست بیاره، هدفاشو به دست بیاره، خودشو بهتر بشناسه. و وقتی انسان این رو میذاره کنار، میبینه که اوه چقدر فکر، چقدر کار، چقدر چیزهای مختلفی هست که من هنوز انجامش ندادم. و وقتی که بخواد از این فکرهای مزاحم بیاد بیرون، تصمیم میگیره که گوشیشو برداره، بره تو اینستاگرام، بره تو تیک تاک، اسکرول کنه، بچرخه، تاپ بخوره بدون هدف تا فقط از اون فکر دوری کنه. ما در واقع از بودن میترسیم، اینکه یه چیزی باشه. وقتی انسان فکر میکنه در مورد خودش، میگه که تو این کارو نکردی چون تنبل بودی، چون خوشحال نبودی، چون یه کاری انجام ندادی، این بودی. اما دقیقاً خیلی از جاها میدونیم که سکوت بیشتر ترسناکه تا هیاهو. جایی که سکوت حاکم فرما میشه، ترس ها بیشتر حس میشه. دقیقاً اون جایی که گوشیت نیست، بیشتر از همیشه حس ترس داری، حس ناامیدی داری، حس بی هدفی داری. چرا؟ چون ذهنت داره میگه تو با زندگیت داری چی کار میکنی؟ چه هدفی داری توی این زندگیت؟ هر روز صبح بلند شی، یه لحاف یه ور، پشتی یه ور، کارات یه ور، گوشی رو باز کنی و فقط اسکرولینگ کنی و فقط بچرخی، فیلم سینمایی ببینی، سریال ببینی، چیپس و پفکاتو تموم کنی و بعدش چی؟ این شده پوینت زندگی تو؟ و وقتی که میذاریش کنار، میفهمی که این زندگی خودت نیست، این چیزی نیست که تو میخوای، این چیزی نبوده که هر جای زندگی دنبالش بوده باشی. چیزی که تو ذهنت ساخته بودی یه آدم قدرتمند بوده، یه آدم دیسیپلین دار بوده، یه آدمی بوده که هر خواسته‌ای که داشته بهش رسیده. و الان زندگیت اینطوریه که اصلا نمیدونی چی میخوای. از این شخص انتظار چی داری؟ موفقیت داری؟ نه، بعد بذاریش کنار، بعد تمومش بکنی داستان رو. اگه همین الان پا نشی اینستاگرامو پاک بکنی، اگه همین الان پا نشی برای خودت برنامه بسازی، اگه همین الان پا نشی بلند شی بری باشگاه، مطمئن باش اون شنبه نمیاد، هیچ موقع نمیاد. شنبه داخل مغزته ها. این شنبه ممکنه یه شنبه دوشنبه باشه، ولی هیچ موقع این شنبه نمیاد اگه انجامش ندی. هیچ موقع به اون هدفت نمیرسی اگه پلکانتو نبری جلو. دقیقاً این اسکرول کردنه داره پلهاتو خورد میکنه، داره تو رو از اون سربالایی که تا اونجا قدم گذاشتی برسی بهش داره میندازتت پایین. پس بسه، برای خودت یکم هدف بذار. اینو فقط
جزوی از زندگیتن. من همیشه بهت گفتم و همیشه هم میگم هر کاری جزوی از زندگیته، نه تمام زندگیت. هر موقع هر چیزی تمام از زندگیت شد، بدون که یا افراط داری میکنی یا تفریط. همونطور که بهتون گفتم در اصل هر موقع که ما میریم داخل اینستاگرام یا تیک تاک داریم دنبال معنا میگردیم، اما خب معنایی که ما دنبالش هستیم هیچ موقع از این ویدیوها به دست نمیاد. پس خیلی جاها خیلی از ما در از یه جایی که صفحه گوشیمون خاموش میشه، یهو خودمون رو تو صفحه تاریک گوشی میبینیم، یه جوری حالت کرینج میگیریم، یه جوری حالت این که آها چرا این شکلی هم، یا مثلا درسته صفحه روشنه و این حس رو پیدا نمیکنی، ولی وقتی خاموش میشه دقیقاً همین حس رو پیدا میکنی. اون لحظه است که دوباره ذهنت میگه که تو داری چی کار میکنی؟ چرا اینجوری دراز کشیدی؟ بلند شو برو کار کن، بلند شو برو زحمت بکش. ما نوادگانمون روزی 800 کار میکردن دست کم، اونم تو بیابون، اونم تو خاک و خول، و حالا درسته مثل اونا نیستیم، درسته زندگیمون مثل اون نیست، اما باور کن اگر توی جهان آینده هم نگاش بکنیم، توی چند سال آینده که زندگی فقط دیگه میشه نشستن، دلمون پر میکشه برای این هیجان ها، بهت قول میدم. پس چیزی نیست که بخوای از طریق اسکرولینگ، از طریق وقت گذروندن توی این چیزا بتونی به دست بیاری چیز خوب در اصل. اگه هم باشه خیلی کمه و دوباره اگه بخوای پیدا کنی دوباره بعد اسکرول بکنی تا پیدا بکنی همون مطلب رو. اما خبر خوب اینه که هر موقع این اسکرولینگ اومد توی ذهنت، آگاهانه بهش فکر کن و بگو که من دارم الان اسکرول میکنم، من الان بیکارم، باید برم کارم رو انجام بدم، و آگاهانه بهش نگاه کن و بذارش کنار. خیلی جا بهت کمک میکنه. در قدم دوم اگر میخوای داشته باشیش در اصل این کارو بکن، اما اگه میخوای نداشته باشیش پاکش کن. اگه منظورت اینه که نه من ارتباط دارم با آدما، اگه خیلی باش صمیمی باشی تو واتساپ هم میتونی باش حرف بزنی، مهم آدمه دیگه نه اپلیکیشن. جا رو تغییر بده، اون بسته رو ولی پاک کن. زندگیای خیلی سیاه سفیده تو واقعیت، ولی تو اینستاگرام همه چی رنگیه، همه چی بهت قول میدن، اصلا تمش رنگیه، باعث میشه که تو جذب بشی. ولی زندگی این نیست. زندگی هم سیاهی داره هم روشنایی. این دو کنار هم دیگه باعث میشن که تو وجودیت جفتشون رو درک بکنی. خیلی ممنون ازت که این ویدیو رو دیدی. ممنون میشم که ویدیو رو لایک بکنی، کانال رو سابسکرایب بکنی، اون زنگوله کنارش هم بزنی تا ویدیوهای جدیدترم سریعتر به دستت برسه. و تا ویدیوهای بعد مراقب خودتون باشید. یالا.